بعد بفرمایید ما بگیم چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شهبانوی ایران بودم و 20 سال و متاسفانه با این انقلابی که اتفاق افتاد مجبور به ترک وطن شدیم. 29 سالی که در خارج زندگی میکنم. من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم. ظلم و فساد دیگر تکرار نشده. واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست همونشون هرجوری بذارن، به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم. مردم سلاح گوناگون دارن، ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، دولت خدمتگزار هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو باید کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا من توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ واقعا اینقدر، یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشید، الان مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه. تاریخ به ما ثابت کرده، تمام قرون و تمام تاریخ به ما ثابت کرده که هیچ حکومت استبدادی نتونسته که هیچ مفهومی دوام بیاره. واقعا احساس میکنم که دنیا داره قدم‌های خودش رو برمی‌داره، اما از ما ملت ایران این انتظار رو داره که از خودمون نشون بدیم که گزینه دیگری رو در راه داریم و اکثریت مردم پشت سر این گزینه هستن و با یک صدایی و با اتحاد واقعی و یک هدف ملی، یک هدف فرامسلکی، فرایدئولوژیکی، فراسیاسی هستش که میخوایم مملکتمون رو برسونیم به جایی که ملت ایران بتوانند آزادانه و بدون هیچ دخالتی سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند، که ما برسونیم مملکتمون رو به اون جایی که این حکومت منقرض بشه و جاش بتونیم یک حکومت لاییک، دموکراتیک و با قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم که به نظر من آرزوی حداکثر نیروهای ملی و سیاسی خودمون رو در بر میگیره و خواهد گرفت. ایرانیان در سال 1357 یک توطئه چندین ساله که برای برهم زدن اساس ملیت ایرانی و خارج ساختن ایران از مسیر ترقی و پیشرفت طراحی شده بود، زیر عنوان تقلبی انقلاب اسلامی به ثمر نشست و به تدریج کشور و ملت ایران را چند صد سال به عقب راند و زندگی عادی و طبیعی را بر میلیون ها نفر هموطنان ما سخت و طاقت فرسا کرد. رهبری این به اصطلاح انقلاب کور، خونین، ویرانگر و واپسگرا را شخصی به نام حاج روح الله خمینی بر عهده داشت که از حمایت تعدادی از گروه‌های تروریستی چپ، بقایای از کافتاده موسوم به ملی مذهبی و همچنین سازمان‌های اطلاعاتی چندین کشور چپگرا نظیر سوریه، لیبی و کوبا و در پیشاپیش آنها سازمان تروریستی معروف بین المللی به نام سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات که بعدها خمینی او را برادر خود نامید برخوردار بود. متاسفانه گروه‌های بسیاری از به اصطلاح تحصیل کرده ها و همچنین طبقات مذهبی
و کم سواد و بی سواد نیز وعده های گمراه کننده و دروغین خمینی و انقلابیون اطراف او را نظیر ساخت جامعه بهتر، رفاه و آسایش بیشتر و حتی آب و برق مجانی بدون تأمل و تفکر پذیرفتند و توسط این جمع شیادان انقلابی به دام افتادند و به دست خیش تیشه و ریشه آرامش، آسایش و ملیت خود زدند. امروزه ملت ایران ثمرات ناگوار و ناهنجار یک اشتباه بزرگ سیاسی را با تمام وجود خود لمس می کند. می بیند که مشتی رجاله بر آنها حکومت می کنند، سرمایه های ملی آنها را غارت می کنند، مردم را به فقر و بیکاری، مرض، بدبختی و ذلت و خواری کشاندند. حیثیت و آبروی بین المللی ایرانیان را برباد دادند و همکاری و همراهی با گروه های تروریستی جهان از رسیدگی به وضع ناگوار مردم ایران برایشان مهمتر و واجبتر است. با همه این اوضاع نابسامان و آدمکشی ها و زجر و شکنجه هایی که به آزادی خواهان و میهن پرستان ایرانی میدهند، امید رهایی و آزادی را نباید از دست داد. همه باید بدانیم و مرتباً به خود یادآوری کنیم که سرانجام این غارتگران بیوطن به دست خود مردم ایران، به خصوص نسل جوان و برومند کشور، از مسند قدرت به زیر کشیده شده و تسلیم عدالت خواهند شد. فرد ملت ایران به ویژه جوانان باید بدون آنکه برای خیش خطر ایجاد کنند، خود را چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی قویتر و قویتر کنند و در انتظار فرارسیدن روز آزادی باشند. آن روز مسلماً فرا خواهد رسید و رهبری که بتواند ملت را یک پارچه ساخته و از این بدبختی و مصیبت حاضر برهاند پیدا خواهد شد و وظیفه ملی، انسانی و ایرانی خود را به تمام معنا انجام خواهد داد و این بیوطنان حاکم را که به هیچ چیز جز ادامه حکومت ننگین خود و غارت و چپاول اموال ملت و سرکوب و نابود ساختن میهن پرستان نمی اندیشند، به سزای اعمال ضد ایرانیشان خواهد رسانید و آزادی و امنیت و رفاه را برای ملت به ارمغان خواهد آورد. به امید آن روز دستها را به هم دهید و متحد شوید. فکر میکنید چند درصد مردم ایران پادشاهی میخواد؟ 70-80% خواستار این نظام پادشاهی. آزادی! آزادی! آزادی!